بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان امنیت سایبری. خوش اومدین به دوره جامعه هکر قانونمند ورژن 13. ورژن 13 در واقع آخرین و بروزترین آپدیت این دوره هست و شما رو از همه حیث آماده میکنه برای مقابله در مباحث امنیتی. بنده مهندس داوودی هستم، مدیر ارشد امنیت اطلاعات و متخصص تست نفوذ و جرایم سایبری و عضو کنفرانس جهانی بلک هت خاورمیانه و آفریقا. خب دوستان، این دوره یک توضیح مختصر اگه بخوایم بدیم در موردش اینه که این دوره یکی از بهترین و معتبرترین انتخاب‌های بین‌المللی برای ورود به بازار کار امنیت سایبری محسوب میشه و این دوره رو با رویکرد کاملا عملی و سناریو محور شما رو با روش‌های واقعی هکرها آشنا می‌کنیم تا بتونید پیش از سوء استفاده مهاجمان آسیب‌پذیری‌های سازمان خودتون رو بشناسید و برطرف کنیم. یک شعار معروفی رو در واقع در دنیای سایبری داریم و اونم این است که یاد بگیرید مثل یک هکر فکر کنید، اما مثل یک متخصص امنیت عمل کنید. خب بچه‌ها، این دوره رو من توی 20 تا ماژول در واقع باید خدمت شما ارائه بدم. ماژول ها به ترتیب عرض میشه خدمتتون. ماژول شماره 1 که در واقع Introduction to Ethical Hacking هست و شما رو با مفاهیم هک اخلاقی آشنا میکنه. بعد در ماژول شماره 2 Footprinting هست که در واقع توی این ماژول هم ما در مورد اینکه چگونه کسب اطلاعات کنیم از هدف، جمع‌آوری اطلاعات اولیه رو بحث میکنیم و در ماژول سوم در خصوص اسکنینگ نتورک و اسکن شبکه در واقع شناسایی سیستم ها، پورت ها و سرویس ها هست. ماژول شماره 4 انومریشن، استخراج اطلاعات دقیق از سیستم ها، کاربران و سرویس ها هست. ماژول شماره 5 vulnerability analysis یا تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری ها با ابزارهای تخصصی هست. ماژول شماره 6 در خصوص سیستم هکینگ و نفوذ به سیستم ها و حفظ دسترسی صحبت میشه. ماژول شماره 7 هم در خصوص مالویر و در واقع بدافزارها، تروجانها، باجافزارها و روش های مقابله با اون بحث میکنیم. ماژول شماره 8 در خصوص اسنیفینگ هست، یعنی همون شنود شبکه، تحلیل ترافیک و حملات. ماژول شماره 9 هم در خصوص مهندسی اجتماعی، فیشینگ، حملات انسانی و راهکارهای دفاعی بحث میشه. ماژول شماره 10 هم در خصوص در واقع حملات داس و دیداس، حملات محرومسازی از سرویس و روش‌های شناسایی و پیشگیری رو بحث خواهیم کرد. ماژول شماره 11 هم در خصوص ربایش نشست‌ها و سوء استفاده از سشن‌ها. ماژول شماره 12 دور زدن سیستم‌های امنیتی و مکانیزم‌های دفاعی هست. و ماژول شماره 13 هم که در خصوص امنیت و نفوذ به وب سرورها هست. در خصوص ماژول 14 هکینگ وب اپلیکیشن، در واقع راه‌های نفوذ به سایت ها و اپلیکیشن های تحت وب صحبت خواهیم کرد. ماژول شماره 15 در خصوص حملات SQL injection به صورت تخصصی و عملی صحبت میکنیم. در ماژول شماره 16
در خصوص وایرلس و مباحث بیسیم صحبت میکنیم، نفوذ به شبکه‌های بیسیم. در ماژول شماره 17 هم در خصوص امنیت و نفوذ به سیستم‌های اندروید و iOS رو بحث خواهیم کرد. ماژول شماره 18 در خصوص IoT ها و در واقع امنیت اینترنت اشیا و سیستم‌های صنعتی رو بحث خواهیم کرد. ماژول شماره 19 در خصوص امنیت و تهدیدات رایانش ابری، در واقع کلاود کامپیوتینگ رو بحث می‌کنیم و در نهایت هم انشاءالله با موضوع کریپتوگرافی، مفاهیم رمزنگاری، الگوریتم ها و نقاط ضعف آنها بحث خواهیم کرد. خب در جلسه بعد در خصوص ماژول شماره 1 بحث میکنیم و مباحث رو انشاءالله تقدیم حضور شما خواهیم کرد.